یکی صراحتاً به من گفت من میمونم خاک کشورمو میخورم اگه گشنم بمونم ولی نمیرم. فرار مغز یعنی چی؟ افرادی که مهاجرت دارن میکنن مغزن، نخبن و اونایی که میمونن نخبه نیستن. نه، یکی عده‌ای از اینا مثلا نیروی انسانی متخصص نیستن، صرفا مثلا اینکه یه پولی داشته، یه سرمایه داشته داره مهاجرت میکنه، یعنی تخصص خاصی هم نداره. خیلی به اسم میشناسم که اگر اراده میکردن بهترین دانشگاه دنیا میتونستن بخونن ولی موندن و واقعا هم به جای خوبی رسیدن، زحمت کشیدن، خیلی هم مالی برکات زیادی برای کشور خودشون شدن. اون موقع که داشتم میرفتم یکی صراحتاً به من گفت که من میمونم خاک کشورمو میخورم اگه گشنم بمونم ولی نمیرم. سرمایه مملکت چیه؟ همینه. سرمایه مملکت فردی که حاضره به خاطر کشورش هر کاری بکنه، از منافع شخصیش میگذره به منافع ملی فکر میکنه. اونایی هم که خارج از ایرانن هم تعداد زیادیشون همینطورن، یعنی واقعا سرمایه. ولی اونی که میمونه سختی‌ها رو داره تحمل میکنه و میگه من میخوام همینجا بخونم، همینجا متخصص بشم و همینجا خدمات برسونم، ارزشش خیلی بالاست و به اونم باید بها داده بشه. ولی خب متاسفانه این ذهنیت هست که هر کی رفته ولو دانشگاه ایکس و درجه انوم هم خونده برگشته این نخبه است و کلا باید همه چیز زیر پاش ریخته بشه و همچین دیدی هست. ولی اونی که مونده نه، حتما مشکلی داشته.